اگه شما هم مثل من تو پاییز مدام احساس خستگی و خوابالودگی میکنید و انرژی و انگیزتون میاد پایین، این ویدیو برای شماست. نمیدونم شما هم این حس رو داری یا نه، ولی هر سال که پاییز میاد یه جور دیگه ای میشم. شخصا خود من حس میکنم که همه چیز کند میشه، مخصوصا خودم. انگار انرژی که تو تابستون و بهار هست برای انجام دادن کارام، زود بیدار شدن یا اون تیک زدن تو لیستم، همشون یهو میره و خاموش میشه. انگار دوستان همش توی تختم بمونم توی پاییز. یه چیز جالبی که تو پاییز وجود داره اینی که وقتی تو ساعت 8 صبح بیدار میشی، شبیه 6 غروبه، هوا همش ابریه، هیچ نور خوب و خوشگلی وجود نداره و همین رو باعث میشه که دلم میخواد زیر اون پتوه بمونم و نیام بیرون. مثلا خیلی وقتا کاری که خودم میکنم اینی که از شب قبل میام برنامه‌ریزی برای خودم میکنم. میگم مثلا ببین تو 8 صبح باید پاشی فلان کارو کنی، 10 صبح این کارو داری، ساعت مثلا 6 غروب باید اون کارو کنی. اینا کارهای اصلیتن و این کارهای فردیتن که حالا دوست داری که انجام بدی، دوست داری که توی روزت داشته باشی. ولی من فردا صبح گوشیمو زنگ میزنم بیدار شم، واقعا دیگه نمیتونم. یعنی اینجوریم که ببین الهی تو آخر شب مثلا وقت داری، یا مثلا باشگاه که تا فلان ساعت بازه میتونی دیرتر بری، یا این کارا رو مثلا یه ساعت هم دیرتر انجام بدی، کسی که یقه تو رو نمیگه، کار توئه، مثلا تو که کارفرما بالا سرت نیست. و خیلی وقتا این باعث میشه که بمونم تو جام و نخوام تکون بخورم. ولی خب اینجوری نیست که خودم نخوام که اون کارو بکنم، در واقع اصلا انرژی انجام اون کارو ندارم. انگار مثلا از درونم یه جور خالی بودن، یه جور بی‌معنی بودن به وجود میاد. انگار اون چیزی که دوست داشتم دیگه برام معنی ندارن و نمیدونم واقعا چرا اینجوری میشن. ولی فکر میکنم که شما هم شاید این حس رو داشتین که مثلا بعد از که از پاییز میگذره، از این حالتمون میگذره، اینجوری میشین که به خودتون نگاه میکنین میگین چرا انگار ذوق ندارم. از طرف دیگه میشه اینجوری به قضیه نگاه کرد که تابستون همیشه با لباسای رنگی پنگی، میوه‌های خوشمزه، بیرون رفتن، آزادی، نور خورشید و اینا برای ما معنی میشه. اما پاییز همیشه با شروع مدرسه و دانشگاه بوده. همیشه اون قضیه که هوا زود تاریک میشه، صبح باید زود پاشم، تو اون تاریکی، تو اون سرمایه پاشم برم مدرسه، امتحانم و همینا خودش فکر میکنم از نظر ذهنی استرابی اون پشت ذهنمون میذاره واقعا. چون که تو 12 سال 16 سال و خیلی هم بیشتر درگیر مدرسه بودیم، درگیر دانشگاه بودیم و فکر کنم این هم تاثیر خودشو میذاره. ولی خب همیشه من فکر میکردم که فقط من اینجوریم، یعنی تمام پاییزایی که تجربه میکردم حس میکردم که فقط منم که درگیر این چیزام و بقیه آدمایی که میبینم، دوستام، آدمای نزدیکم، همه هیچ تغییری حس نمیکنن و خیلی دارن زندگیشون رو میکنن و به اون کاری که دارن میرسن. پاییز با کم شدن نور خورشید هورمون سروتونین کمتر ترشح میشه. اگه خب هورمون سروتونین رو دقیق براتون باز کنم، میتونم بگم که همون هورمون حال خوبه، هم که باعث میشه حس خوبی داشته باشیم و احساس شادی کنیم و این هورمون خیلی تاثیر زیادی رو خلق و خومون، خوابمون و اشتهامون داره. و برعکس اون ور قضیه با کم شدن نور خورشید هورمون ملاتونین افزایش پیدا میکنه. حالا هورمون ملاتونین چیه؟ همونی که روی خوابمون تاثیر داره و باعث میشه که خیلی خوابمون بیاد. حالا اگه بخوام مثلا یه فکت دیگه بگم، میتونم بگم شما وقتی شبا با گوشی کار میکنین، اون نور آبی که از گوشی میاد باعث میشه که هورمون ملاتونین کمتر ترشح شه و برای همینه که شما وقتی گوشیتون رو میبرید تو تختتون یا قبل خواب با گوشی برمی‌دید، باعث میشه که تو خوابتون اختلال ایجاد شه. سه کارا هستن که به نظرم چه من چه شما باید انجامشون بدیم که حالمون بهتر شه. یکی که کارهایی که دوست داریم رو انجام بدیم. مثلا برای یکی نقاشی کشیدنه، برای یکی کتاب خوندنه، برای یکی بیرون رفتنه، برای یکی شاید فیلم دیدنه.
هر کی تفریح خودشو داره. سعی کنیم کاری که دوست داریم رو بیشتر انجام بدیم. یه بخشی از روزمون رو به اون اختصاص بدیم که حالمون رو خوب کنه. وقتی که حالمون بده بریم سراغ اون. بعدی به نظرم اینه که حتما یعنی اینو واقعا من فکر همه میگم، ویتامین د، امگا 3 و منیزیم بخورید بچه‌ها. واقعا بعد یه تایمی میبینید که حالتون بهتره، خستگیتون کمتره، حس خوبی دارید و خیلی مهمه این قضیه و اکثر آدم‌ها اصلا جدی نمیگیرن. اگه ویتامینا رو نمیخورید حتما حواستون به غذاتون باشه. سعی کنید غذاتون پر از پروتئین و فیبر باشه و تو این فصل مثل خود من فکر کنم شما هم اینجوری باشین، احتمالا خیلی میل به شیرینی داریم، کربوهیدرات داریم و باید جلوشو بگیریم، چون که بعد یه تایمی میبینید که اصلا حالتون خوب نمیکنه، برعکس هم اعتیاد پیدا کردیم بهش و حالتون هم خوب نشده. کار دیگه که من جدیدا انجامش میدم، یعنی فکر کنم یه چند روزی میشه که انجام میدم و بازم جالبه، اینه که من مثلا قبل خواب شبا پرده اتاقمو نمیکشم، یعنی همینجوری بسته میم این گوشه میله و نور، صبح که بیدار میشم اون نور میاد توی اتاق و از ذهن من میگم که اوکی روز شده و بیدار شد. من امسال تصمیم گرفتم که یکم به خودم بیشتر را بیام، یکم به خودم مهربون‌تر باشم و شاید یه ذره با پاییز بجنگم اصلا. یعنی نه به زور کردن خودم که حتما با برنامه پیش برم، یکم خودم صبوری کنم و اول یه سری کارهای کوچیک‌تر کنم که یکم حس خوبی بهم بده، مثل اینکه چای درست کنم، قهوه درست کنم یا برم بر خودم میوه خورد کنم و یکم حس خوبی بگیرم. امسال میخوام سعی کنم که بیشتر قدم بزنم، بیشتر بیرون برم و از اون نوری که هر چقدر کم استفاده کنم. اگه با دوستام قرار برم بیرون بهشون میگم که بریم بیرون قدم بزنیم و یه قهوه بیرونبری بگیریم یا دوچرخه سواری کنیم، چون که اون نوره کمه ولی خیلی کمک میکنه، چون میدونم که بعدش حالم خوب میشه. از یه طرف دیگه میخوام از این تاریک شدن هوا استفاده کنم. اون فیلم و سریالایی که خیلی وقت بود ندیدم و یه گوشه خاک خورده بود و بشینم ببینم. مثلا پارسال سریال فرنس واقعا فکر میکنم نجات دهنده بود برای من که نشستم دوباره نگاش کردم، ولی فکر کنم تو اون شبای پاییزی جزو چیزایی بود که خیلی حس خوبی بهم میداد. در آخر به نظرم زندگی رو که نمیشه اسکیپ داد، اینا هم یه بخش از مسیرمونه. ما فقط باید سعی کنیم که ادامه بدیم و اینو بدونیم که همیشه نمیتونیم پر از انگیزه باشیم. اینو بدونیم که یه سری روزا بوده که حالمون خوب بوده و دوباره قرار روزایی بیاد که حالمون خوب باشه.